این هوش مصنوعی تنها با یک کلیک جلوه‌های بصری باور نکردنی را به ویدیوهای شما اضافه می‌کند. از نبرد ویروسی کونگ-فو گرفته تا یک انفجار حماسی پشت سر شما یا حتی یک مینیون غیرمنتظره که وارد کلیپ شما می‌شود. در اینجا نحوه استفاده از آن آورده شده است. 1. از وبسایت دیدن کنید و روی ایجاد کلیک کنید. 2. دو راه برای افزودن افکت‌ها وجود دارد. تصویر به ویدیو. یک تصویر را آپلود کنید. افکت مورد نظر خود را از قالب‌های موجود انتخاب کنید. روی جنریت کلیک کنید و تصویر ثابت شما به یک صحنه متحرک با جلوه‌های ویژه تبدیل می‌شود. مرجع موضوع. تصویر یک شخصیت را آپلود کنید. آن را به عنوان مرجع تنظیم کنید و جلوه‌های مختلفی را روی آن اعمال کنید. این باعث می‌شود شخصیت شما در چندین کلیپ ثابت باشد. چیزهایی که باید در نظر داشته باشید. این ویژگی هنوز از متن به ویدیو پشتیبانی نمی‌کند. شما نمی‌توانید ویدیوهای شخصی را آپلود کنید. فقط تصاویر مجاز هستند. نتایج آزمایش تصاویر تولید شده توسط هوش مصنوعی. اما می‌توانید آن را با تصاویر واقعی نیز امتحان کنید. خروجی ممکن است حاوی نویز یا مصنوعات باشد. بنابراین ممکن است لازم باشد چندین بار آن را اجرا کنید تا بهترین نتیجه را بگیرید. این ابزار را امتحان کنید و به من اطلاع دهید که ابتدا کدام اثر را آزمایش می‌کنید.